سلام، اسم من ماریاست و خوشحالم که این مدیتیشن رو برای گوش دادن انتخاب کردی. قبل از شروع جایی بنشین یا دراز بکش که بدنت احساس امنیت کنه. چشماتو ببند و اجازه بده صدای من تنها صدایی باشه که در این لحظه به اون گوش میدی. هیچ کاری لازم نیست انجام بدی. هیچ چیزی رو لازم نیست درست کنی. فقط باش. یه نفس عمیق بکش از بینی و آروم از دهان رها کن. دوباره دم. با هر بازدم بدنت کمی سنگین تر میشه و ذهنت کمی آروم تر. حالا توجه تو بیار به قلبت، جایی که احساسها جمع میشن، وابستگیها شکل میگیرن و خاطره ها هنوز نفس میکشن. شاید سنگینی حس میکنی، شاید درد، شاید فقط یک فشار مبهم. هر چیزی که هست قرار نیست قضاوتش کنی. فقط ببینش و اجازه بده باشه. تصور کن مقابل تو یه فضای باز و بی انتهاست. تو این فضا ریسمان‌های نازک اما محکم از قلب تو به آدم‌ها، خاطره‌ها، حسرت‌ها و اگرها وصل شدن. هر ریسمان نماینده یه دلبستگی عاطفیه. کسی که هنوز تو ذهنت زندگی میکنه. احساسی که تموم نشده. یا رابطه‌ای که بدون حضور فیزیکی هنوز درون تو ادامه داره. به ریسمان‌ها نگاه کن. ببین کدومشون قلبتو میشکنن. کدومشون قلبتو دارن میکشن. و کدومشون نفس تو رو تنگ میکنن. حالا خیلی آروم و زیر لب به خودت بگو من انکار نمی کنم. من فرار نمی کنم. من میپذیرم که وابسته بودم چون قلب داشتم. وابستگی نشونه ضعف نیست. نشونه توانایی تو برای دوست داشتنه. اما دوست داشتن قرار نیست به قیمت از دست دادن خودت تموم بشه. حالا تصور کن نوری گرم و امن از بالای سرت به آرومی وارد بدنت میشه. این نور نه عجله داره
نه خشونت. فقط اومده برای آزاد کردن. نور به قلبت میرسه و هر ریسمانی که دیگه برای رشد تو لازم نیست آروم آروم شل میشه. نه با بریدن بلکه با رها شدن. هر ریسمان خودش میفته بدون درد، بدون جنگ. با هر ریسمانی که رها میشه یه نفس عمیق بکش و بگو من اجازه میدم بره، نه از روی خشم بلکه از روی احترام به خودم. من کسی رو آزاد می کنم که دیگه انتخاب من نیست و خودم رو به خودم برمیگردونم. من مسئول احساسات دیگران نیستم. من مسئول آرامش خودم هستم. من میتونم دوست داشته باشم و همچنان آزاد بمانم. هرچه رفت درس بود و هرچه ماند من هستم. حالا حس کن که قلبت چقدر سبکتر شده. فضای خالی که مانده نه ترسناکه نه غمگین. این فضا جای خود توئه. جای آرامش، جای عشق سالم، جای رابطه‌ای که تو رو کوچیک نمی‌کنه. چند نفس آروم دیگه بکش. بدنتو حس کن. زمین زیرت رو. امنیت این لحظه رو. بدون که رها کردن یه بار اتفاق نمیفته و طبیعیه که بارها به این مدیتیشن برگردی. هر بار کمی آزادتر، کمی آگاهتر و کمی مهربونتر با خودت. وقتی آماده بودی به آرومی چشماتو باز کن و این حس سبکی رو با خودت به ادامه روزت ببر. اگر این مدیتیشن رو دوست داشتی و برات مفید بود اونو میتونی با دوستات هم به اشتراک بذاری و بدون من اینجام تا کنار هم بتونیم بهترین حسها رو تجربه کنیم و خوشحال میشم این کانال رو سابسکرایب کنی تا بتونی تو مدیتیشن های بعدی همراه من باشی.